ما که توقعمان زیاد نبود. دلمان کسی را میخواست که ما را بلد باشد. وقتی ببینیم نیست، دل سرد میشویم. سکوت میکنیم و به هیچ کنشی واکنش نمیدهیم. وقتی بارها بودیم و دیده نشدیم، حرف زدیم و شنیده نشدیم، چای ریختیم و تنهایی خوردیم، فیلم دیدیم و تنهایی خندیدیم، بغض کردیم و تنهایی اشک ریختیم و از یک جای به بعد ما کسانی را داشتیم که دوستشان نداشتیم. صحبت از خیال بافی و ایدئال پردازی نیست. صحبت این است که آدم ها برای ماندن انگیزه می خواهند. دلشان که گرم نباشد به حس می شوند. پشت می کنند به هر چیزی که بود و می روند. برای همیشه می روند. برای همیشه.